سلام عزیزان، سال نو را با عرض اخلاص و صمیمیت بر شما تبریک و تهنیت میگویم. نیاکانمان از قدیم در تحویل سال استان و اسکونه، دکان و خانه، اشیا و ابزار، خلاصه گلیم و لباس و کالا و کفش و تمام در و دیوار را تازه و تمیز میکردند، نو میکردند. خوب، در برابر این همه کارهایی که باید بکنیم، من در نوبت اول میخواهم که ما قلبهایمان را، ضمیرمان را، اندیشه هایمان را از سفلگی، از رذالت، بدی، کینه و عداوت، از خرافات، از تاریکی تازه و تمیز کنیم. نوروز این اندیشه نو است، نگاهی نو است، قدمی نو است به زندگی. نوروز این ما و شماییم. نوروز مساحت دارد، نوروز شهامت دارد، نوروز زیباست و اصلا علم نوروز شناسی را جهان پذیرفت و امروز نوروز جهانی است. سیاره زمین نوروز را جشن میگیرد. شادی کنید، هر روزتون مثل نوروز باشد و کاری نکنید که بهار برود. اگر توانید بهار را گروگان بگیرید و همیشه در قلبهایتان بهار را نگه بدارید. سال نو مبارک.